اشته کنم من چه کار کنم من از تو زن به تو میگم نرو اگه تو به گفت میفهمی نرو آخه بلد کار زندگی خوب رو بلد کاری بکن که بلد تو بخوره همه به تو میگم نیه پول نیه نرو می مجلس نری چه کار میشه به کجا رفتی اشته کنم از دست عزیزم چه کار کنم من اشته کنم که مجلس میشه میگه پول بده ما به تو 1000 ریپه بدادم 1000 ریپه میگه هیچ کار نمیشه واخی چه کار کنم من آخه من میگم نرو زن پول نیه ردمی عروسی دختر خاله خوریالده از امی سراک و گم نمیشه آخه عروسی عروس آرایش میکنم یا خوار یا خوارزاده یا به دختر خاله چی ربطی داره که تو میگی عروسی دختر خاله من مگرم برم به آرایشگاه برم آخه سر کله خور مثل جندی تیار میکنی چه کار کنم من آخه و من چه کار کنم که تو نداری تو دای وقت بگی من ندارم این عروسی دختر خاله من سال یک عروسی میفته که نگم نرم آرایشگاه باز 1000 ریپه تو بدادی 1000 ریپه آرایش نمیکنم 500 ریپه به تو بدادم گفتمونی 1000 ریپه 500 خرج خونه کو 500 ریپه هم به حساب برو به آرایشگاه به قبرستون برو با 500 ریپه ما کسی آرایش نمیکنه ندارم از کجا بیارم خب من چه کار کنم که نداری تو نمیفهمی من دیگه میگم عروسی دختر خاله خانه رو بخواد هست تو چه کنم چه کار کنم نه من پولی دارم نه هم دیگه پول دارم که با تو بودم داشته باشم هم نمیدم خلاصه به می بگم من خبرستان که نداری سیاسه بلای با من تو دایمی گفتی من ندارم ولی که داری تیر کنی چوکو قیق نکش به تحصیل قیق نکش قیق نکش سیوسه بلای تو برد کی؟ با برد تو کجا میری آخه؟ نه وکو به تو بگم خود کتم دیگه وانه میشه در وکو که در مشکل نه دوباره وکو که خواهی زنه اینا کش نیه اینا بتخلا بکنه پتنگی اینا کش نیه هر برای اسلام کسی نیه از ما بگرسه این سکو تو زنجیری بکنده اینا دیرو خریدم سر از پیش خریدم انا رو بخشا بکن چی؟ واکو در تلفن میکنی چرا تلفن میکنی واکو دیگه در واکو کامیتون واکو دیگه داره بیا بابا افتاده کردی داره واکو
در واقع که به تو گلشیر رو خریدم. در واقع همساله به سرمانه گپ شد. در واقع طلاق سر تو رو نکردم، تو رو به شفاخانه رای نکردم. ما به چی پیار خونیم؟ به چی پیار خونیم؟ تو صبر کو. آخه شو اگه تو این رو پیش میرفتی این چوب مگرم به فرق سر تو اصابت کنه. چی محمد زنگ میزنی؟ شکمی صدا عجیب لرزه کن. بگه زنگ هم ندید. بابا جان بابا سکمی همی مای عرضم زنگ میزن سکو چی مایا؟ اینه همی من عرضم صدف زنگ زن یعنی گفت بله خورجو. الو ماما اشتن خوبه؟ شکران توری ماما جو. چرا گریه میکنه مادر تو؟ یک بار بیاین تا همسر ما. بیاین یک بار تو یک چرخی تا همسر ما. خیر میخواتی آقا مادران بزدن سر نار بشکست و نبردم دو خونه بیا اردم اینجا میگم یک چرخی بیاین سر ما. خاک به سر ازی دیوانه شه. من بیام فکر ازی دارم. به چی خاطر؟ خو خاطر دو پول گپه یا؟ ای خاک به سر ازی شه. همین تزده که به دواخونه بردی او. چه کار شده بابا؟ ملخون کده به خاطر دو پول آرایش کنه آخر ها. خوب کوشای را پاره کرده. بابا چه کار شده؟ خوب خدافظ. من گفتم میایم. من الان برم فکر ازیر دارم. امه مزده. گله؟ خاک به خیر خوشی بخوره. سلام. بابا کجا میری؟ بابا تا سلام میکن. خب مادر آقا میبینی که 1000 به کسی خودش دارمونه هم لکه خرج شده. میگم هم دام میگیم بدیم خونه آرایش دارم خونه برن خور آرایش کنه. اینا خلاص شده مادر دیگه نمونده چیزی یک کم یه نمکرای نمیکنه. خب غمی ندارم از یک خوش پیوری کردیم بزنه چی میفهمگو. نه که شما پیوره کرد. بس بخده سرد مادر نده که با کار من نبود. هم که شد. بطه که بخواکی نده که به درد من نمیخورد. این از وقت نتیری که نتیز بگید. بابا این شو همین تا بیعقل دیونیه.
بیا و خود از اینا جنگ نکنه دمه جنجا کارو تیار کنم خاک به سر عزیشه چی شدی؟ کجا رفت؟ برفتم کجا رفتم ای بگیر و بیای تو رو من ملخون کرد بزن امیت زخم تو به داخله بردم ها برای برای یک گفت فیلم برای کامورا برایشگاه برای دکتر خاله منه برای باید برای تنظیم برای دیگه قطار رو که خودی چی باید تزد بتا سال که خون رو تزد مرا خون هاده این آمد به خاطر یک ضریفه که تو بده که تو بارایشگاه بری یا 500 روپیه تو تا تنیز بزن سر لب کرد که تو رو به داخله بردم کاشو برای تکه تکه که دیگه پتا سید نکنم که بعد پیل کنم برم یا خور آرایش کنم این خواهر ماره برو خون داده بری از یمن که تا بهتره سر لب نکنه مدام بزنه امروز بزنه او هفته پیش بزن این چی نگفته بری از یمن که من ملخون کرده زید نکنم باره چی بو شدی؟ چی بو شد؟ چی شد؟ بچه سا این نمه جسم فکر ازیدشتم میفهمی خوارجو میری به خونه نه دیگه تو من نمیگو به خونه از این نمیایی دیگه قطعا نمیایی زن دیش ندیش میفهمی دیگه یاد و خاطری از این فراموش کن اون دفعه طور بزد بیا ورده به خونه گفتی میرو من اون یاد کردم آره میبینی تو سر لحب کرد بیا بره بیا بره